مصدر و فعل ماضی. مصدر در زبان فارسی مصدر همیشه نون داره: خوردن، نوشتن. فعل ماضی از مصدر خوردن نون رو حذف میکنیم: خورد، 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 خورد. و در آخر شناسه: من خوردم، تو خوردی، او خورد. در ماضی شناسه نداریم: ما خوردیم، شما خوردید، آنها خوردند. نوشتن نون رو حذف میکنیم: نوشت، 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 نوشت. من نوشتم، تو نوشتی، او نوشت، ما نوشتیم، شما نوشتید، آنها نوشتند.